Ne böyle senle ne de sensiz, yazık yaşanmıyor çaresiz. Ne bir arada ne de ayrı, olmak imkansız hiç sebepsiz. Ne hayallerle, ümitlerle mutlu olmaktı dileğimiz. Suçlu ne sensin ne de benim, şimdi sensizim sen de bensiz. Bir an gelip de küllenince, yüreklerimiz dinlenince, başka sevgilerde teselli bulunca, İşte biz o gün düşüneceğiz. Bir an gelip de küllenince, yüreklerimiz dinlenince, başka sevgilerde teselli bulunca, İşte biz o gün düşüneceğiz. Etrafımızı sarı verecek bir boşluk asla bitmeyecek. Her şey bir anda anlamsız gelecek. İşte biz o gün tükeneceğiz. İşte biz o gün tükeneceğiz. Yüreklerimiz dinlenince, başka sevgilerde teselli bulunca, İşte biz o gün düşüneceğiz. Etrafımızı sarı verecek bir boşluk asla bitmeyecek. Her şey bir anda anlamsız gelecek. İşte biz o gün tükeneceğiz. İşte biz o gün tükeneceğiz. İşte biz o gün tükeneceğiz. ای روزگار، آدم ها رو میبینی آخه با کشتی تور را انداختن، دریا رو کثیف کردن، بس نیست 1000 تا درخواست بی خودی هم دارن. استغفرالله استغفرالله. بابا ساله، به نظر من سوء تفاهم شده. نیت بدی نداشتن. اگه بود من متوجه می شدم، ولی نبود. عثمان تو ساکت شو، الان همه چی سر ما خراب میشه ها. عثمان اینجور آدم ها کلن زندگیشون اشتباهه. حالا ما اشتباه فهمیدیم یا نفهمیدیم چه فرق میکنه آخه؟ چه فرق ای میکنه؟ بابا پسرم ولش کن، بس دیگه. چه جور آدمایی هستن اینا؟ تازه تو شهرم زندگی میکنن. یعنی اینا عذرخواهیشون از گناهشون هم بدتره. بابا بس دیگه. بابا ولمون کن. خیلی خوب، غذاتون رو بخورین دیگه، زود باشم اینه. باور کن اشتهامم پرید. نوش جونتون. من میرم تو کشتی فعلا. برو بابا جان، برو. من کجا برم نمیدونم. آبروریزیه. چطور این کارو کردن نمیفهمم. گندش نکن، شناسی زندگیه، پیش میاد این چیزا. چطور گندش نکنم؟ دونه دونه شمردم.
یه دونه لیموناد کم اومد. لیموناد؟ ای بابا چی داری میگی تو؟ امروز بعد از اینکه تور تموم شد حساب کردم یه نفر بیشتر از یه دونه لیموناد خورده. واقعا که شناسی، من چی میگم تو چی میگی؟ دیگه نمیتونم بحث کنم. ولی این موضوع خیلی مهمه. موضوع مهمیه. ما 1 لیر ضرر کردیم. حالا چیکار کنم؟ یکی به من بگه چیکار کنم. ساواش چه خبر مادر؟ دیگه قصه نخور، تو بهترین کارو کردی. برای کی بهترین کارو کردم؟ معلومه برای خانوادم. تو بچه باهوشی هستی. مطمئنم درست‌ترین تصمیمو برای خودت گرفتی. عشق درست و غلط نداره مادر. یه روزی همه چی تموم میشه، فقط خانوادت میمونن کنارت. ما مجبوریم به خاطر خانوادمون یه سری فداکاری‌ها بکنیم. بعدش هیچ کس نمیتونه 2 تا برادر رو از هم جدا کنه. مطمئنم باریش هم بالاخره خودشو جمع میکنه. همه چیز بهتر از قبل میشه. واقعا اینجوری فکر میکنی؟ شک نکن. امیدوارم جوری که میگی باشه. ای بابا این چرا اینجوری شد آخه؟ درستم نمیشه، معلوم نیست چشه. خسته شدم از بس با این چیزا سر کله زدم. باشه کاپیتان آروم باش. مگه تو نمیگی با عصبانیت تصمیم نگیر چون به ضرر تموم میشه؟ برو کم هوا بخور، من حلش میکنم. برو دیگه. راست میگی. همه رو نصیحت میکنم، اون وقت خودم اینجوری گیر میکنم. نمیدونم خسته نباشی. ممنونم آسمون خانم. حالتون چطوره؟ ممنونم. راستش من به خاطر چیز اومدم، برای عذرخواهی این جریان بعدی که دیشب اتفاق افتاد اومدم. عزیزم آخه ربطی به شما نداره که، همش کار اون شناسیه دیگه. چه میشه گفت؟ چه میشه؟ مگه میشه؟ من گفتم شیرینی بخریم بریم حرف بزنیم تا حل بشه جریانی که اتفاق افتاد. اینجوری هم باشه، مگه من نمیدونم شما چقدر خوش نیت و مهربون هستی؟ من بابت شما هیچ شکی ندارم، خیالتون راحت باشه. ای بابا آقا صالح، والا باور کنین منم همین فکر رو در مورد شما دارم. دیدین یه نقطه مشترک دیگه داریم. بله. سلام کاپیتان صالح. سلام مریم. کاپیتان اگه ممکنه امشب یکم ماهی برای رستورانم میارین، همچین تر و تازه باشه. والا من امروز نمیرم تو دریا، زیاد حال و حوصله ندارم. خیلی خوب، هر جور صلاحه. باشه. امروزم هوا خیلی قشنگ و خوبه. من یه چیزی لازم دارم. کجاست؟ کره کو اینجاست؟ نه مرسی پسرم، دست درد نکنه. خدا خیرت بده لایی. دست درد نکنه. بفرمایید. زاب کله سهر اینو میخوام. چی کار؟ من یه چیز دیگه میخوام. همین خوبه. سلامت باشین. چی شده؟ سر صبحی چرا صابونه حاضر نیست ها؟ صبح تو هم بخیر رستم. شما میخواین منو دیوونه کنین آره؟ ای خدای من، کاش یه دونه آدم باشور تو این خونه میفرستادی. نکنه تو خیلی خوبی. کشته نه. تو چرا همش قر میزنی ها؟ به تو هیچ ربطی نداره. این جریان بین من و خودمه. صبح بخیر، خوش اومدین. چطوری میتونم کمکتون کنم؟ پسر تو اینجا چه غلطی میکنی؟ غلط کردم آقا، من اومده بودم موز بردارم، ببخشید موزم شدم.
دسته من گیر افتادم تا فرار کن. زود باشید دیگه، برید دیگه. دختر برو ببینم با تو هم، برو دیگه. برو بهت میگم. خدا ظریفه رو رسون. عامر الان وقتش همه چی رو بری بگی. ظریفه بی برو. ظریفه وایسا. ای خدا، عامر چی میخوای دوباره؟ چه چیزایی هست؟ به من گوش کن. چی آخه گوش بدم عامر؟ من خودم یه عالم درد دارم. برو ببینم، برو، من خودم کلی مشکل دارم. بدو دیگه. بابا 2 دقیقه حرف من کن. ای خدا. حالت خوبه؟ ظریفه آخه عزیزم چقدر خوشگل به نظر میای عامر. خجالتم نده ظریفه. مگه با تو هم گلو دارم میگم، با تو چی کار دارم؟ تو که چیزی نیست، چیزیت هم نمیشه. 1000 تا از این چیزا خورده تو سرت، هیچ چیت هم نمیشه. به حرفام گوش کن. بگو. حرفای خیلی مهمی رو باید بهت بگم. خیلی خب بگو. این آدمایی که اینجا هستن کیا؟ چی؟ میخواستم چی بگم؟ ای بابا، هی چی میخواستم بگم عامر، گفتم بهت تو هنوز نمیدونی چی میخوای بگی. میگم اینجات پوکه، تو فقط داری زور میزنی. عادت کن به این موضوع، قبولش کن، رها میشی. قبولش کن. آفرین. آخه این گل گلدونا برای افتادنشون وقت گیر آوردن. چه فرصت خوبی گیر آورده بودم. خوشحال بودم که حرفمو بهش میزنم. این چاییم خیلی خوشمزه شده آقا صالح، دستتون درد نکنه. این هوای امروزم واقعا بهم نوش جونتون. چای کارادنیزه. آسمان خواه آقا صالح همزمان صدا زد. بفرمایید. نه شما بفرمایید. ببینین این همه کار و مشکلات، نمیدونم الان وقتشه یا نه، ولی من چیزی رو تو دلم نگهش نمیدارم. میگم دیگه. خدایا بالاخره میخواد بهم بگه. ای بابا چی میشه مگه؟ این همه سال حق داریم به گردن هم، وقتش هم نباشه چی میشه؟ میدونید چیه آسمون خانم؟ الان قلبم وای میسته. من روی موضوع خیلی فکر کردم. کدوم موضوع؟ میدونم کدوم موضوع، ولی نمیتونم کمک کنم. خودت باید بگی آقا صالح، باید خودت بگی. چیز دیگه. سعی کن، جسارت داشته باش. پرنده های مهاجر. پرنده های مهاجر؟ چه ربطی دارن؟ یعنی چه ربطی داره؟ به موضوع چه ربطی داره؟ موضوع چی بود مگه؟ راست میگه. خوب موضوع چیز بود، ولش کن. پرنده های مهاجر چشون شده آقا صالح ها؟ پرنده های مهاجر راستش من امسال یه دونه از این پرنده ها رو هم ندیدم. خدا میدونه. یعنی چی؟ میدونی آخر هر سال این پرنده ها از بالای ده ما به طرف جنوب میرن، ولی امسال یه دونه هم ندیدم. حالا میگن این پرنده ها امسال مهاجرت نکردن یا مهاجرت کردن ولی راهشون رو عوض کردن، یا اینکه نمیدونم راهشون رو عوض نکردن و مهاجرتشون اصلا انجام نشده. آخه تو شمال هم برفا آب شدن. میگم نکنه اصلا مهاجرتی در کار نبوده. درست نمیگم؟ باور کنید اصلا آدم سر در نمیاره. حتما مهاجرت میکنه. بله فهمیدم. ای بابا نتونستی حرف درست حسابی بزنی. این کارا حسابی از تو گذاشتی. امروز هوا خیلی عالیه. بله خیلی هوای خوبیه. حرف بزنید ببینم. حرف بزنید دزدای کسی. با شما سوء تفاهم شده. اشتباه میکنید آقا رستم. بله حق با رفیقمه. بعدش ما به طرز عجیبی فراموشی داریم، به خاطر همین یادمون رفته چجوری اومدیم اینجا. نمیدونم چی شد. دخترا بله بابا.
تو دلم یه حس بدی دارم. یه حسی داره میگه همه اینا زیر سر شما. والا دروغ ساله، قسم میخورم که دروغه. به درازای 50 متر تا اینجا، والا به خدا. تازه بابا جون تو به اون صدای درونت گوش نده، چون همه بعدش میگن دیوونه است. بله، چون به ما هم میگن. ما هم نمیخوایم غیر از ما کسی تو این خونه دیوونه باشه. ساکت چه ببینم. بی شرما. شما رو فقط این دفعه میبخشم، ولی حواسم 6 تن به هر دوتون هست. زنده باد رستم، زنده باد. نصیبه، این دختره رو بردار برو خونه. برید ببینم، برید زود باش. باشه فقط از سوالینه تو برو دختر برو تو بیا. بگید ببینم، شما دخترای منو میخواینشون؟ بابا خلیل ظریفه نیستش؟ بیا سواش، بیا پسرم، بیا بشین ببینم، بیا بشین. پسرم، رو دوشت احساس میکنم یه بار بزرگی داری. چند روزه هی میخوام بگم نتونستم. پسرم بگو خودتو راحت کن. هر چی داری به من بگو، من جایی به کسی نمیگم. بگو عزیزم. والا بابا یه روز بزرگی تو دلم، انقدر بزرگ که داره منو میخوره. دیگه تحملشو ندارم، نمیتونم نگهش دارم. پس از اون موقع تا الان که داری اونو تحمل میکنی، بعد یه مدت میبینی اون تو رو داره تحمل میکنه و زندگیتون رو تو مشتش گرفته. میفهمی؟ منم اومدم که زندگیمو دوباره پس بگیرم. انقدر که این بار بزرگه که خجالت میکشم، به خدا خجالت میکشم. سرم خجالت کشیدن که چیز بدی نیست. که یه آدم خجالت بکشه همونقدر با شرف و با آبروه. اصلا تو این چیزا رو هیچ اصلا مهم ندو. بگو ببینم، بگو خجالت نکش. بگو خودتو خالی کن. بابا بزرگ، چجوری بگم، همش تقصیر بابام بود. ما به خاطر فرمول اون مرهم معروف به این ده اومده بودیم. منم راستش رو بخواین اولش برای همین به ظریفه نزدیک شده بودم. الان نوبت من فداکاری کنم. ظریفه رو فراموش میکنم. باریش اینجا چی کار میکنی؟ من اومدم اینجا گارسانی کنم. تو؟ جدی میگی؟ آره جدیم. من تو میخوام توی این شغل حرفه‌ای بشم. عامر از اینجا رفته؟ نه، نظافت اینجا رو دادم به عامر. دست و پا چلفتیه. هر چی ظرف داشتم همه رو شکونده. پس به توافق رسیدیم. پس من اینو میگم. خیلی خوب. ولی وقتی شما و ظریفه رو شناختم چشمام دیگه چیزی رو ندید. بابا بزرگ، من عاشق ظریفه شدم. عاشق شدم، میترسم به گوشش بخوره. نمیدونم اصلا باید چی کار کنم. ای بابا، من حقه بازی شناسی رو فهمیده بودم، ولی اینکه شماها رو قاطی این کار کرده خیلی تعجب کردم. باور کن. والا بابا بزرگ، میخوای فوش بدی، بیرونم کنی، هر چی که بگی قبول. شاباش پسرم، تو پسر خوبی هستی. تو هر چه زودتر با ظریفه حرف بزن، این بارو از رو دوشت بردار، همه چی رو دونه دونه تعریف کن. باشه پسرم؟ ببین، راز بزرگترین دشمن عشقه. جایی که راز باشه عشقی وجود نداره. جا رازی رو تو خودت نگه داشتی خودتو اذیت کردی. خب اگه ظریفه باورم نکنه چی؟ باور کن دیگه نمیدونم چی رو باید باور کنم. هیچ حرفی با کارات نمیخونه. ظریفه، ما باید حرف بزنیم. باور کن حرفی دیگه نمونده بزنیم. فیلم دیشب اگر کافی بود که خب برای من کافی بود، دیگه نمیخوام بیشتر از این کشش بدم. مجبوری به حرفم گوش بدی. برای هیچ کاری مجبور نیستم. صبر کن تو الان دیگه بهش گیر نده. معلومه که نمیشه باهاش حرف زد، اعصابش داغونه. اونم مثل باباش. این الان اینجوریه، وقتی بفهمه چی کار میخواد بکنه. زیاد دیگه کشش نده. زندگی
برای من از زندگی دیگه حرف نزنید باشه. مگه کسی هست از زندگی باد حرف بزنه؟ جمع کن خودتو کارای بچگونه انجام نده. خیلی ناراحتم، خیلی حالم خیلی بده، قلبم درد میکنه اصلا. هنوز زنده ای مختار، کاری نمیشه که. چی گفتم من؟ به این ده به تو نیاز داره آخه. رستم آقام دیر یا زود قدرتو میفهمه. روزایی که رفته بر میگرد. گذشته ها دیگه گذشته. آقا رستم قبل اینکه با اون شناسی بهم خیانت کنه باید فکر اینجاشو میکرد. آی الانه که بیهوش بشم. ببین برای این دخترم بدآموزی داره. مامان راستی آقا رستم فکر چیو باید میکرد؟ دیدی فکرش خراب شد. آقا رستم که منو ول کرد. اون عثمان به درد نخورم که دیگه منو نمیخواد. فکر کن حتی عثمان هم منو نمیخواد. اون یکی هم فرق میکنه ولی از پسش برمیام انشالله. همه چی به نوبت. اول یه راه برای جذب رستم آقا پیدا کن، بعدش نوبت عثمانم میرسه. باش عزیزم. باشه دختر. خدیجه چه خوبه که تو هستی کنارم. والا خیلی زن مهربونی هستی. قربونت برم. خوشحال شد مختار، خوشحال شد. حالا یه ذره بهم عسل میدی، یه ذره دیگه. نه دیگه تموم شد. جوش میزنی نمیشه. تموم شده. فهمیدی چی گفتم؟ یه ذره دیگه عزیزم اذیت نکن. چی گفتی؟ ای بابا چند بار باید برات تعریف کنم همینه. گفتم پاشو برو. مگه قرار نبود حرف دلتو بزنی؟ چی شد پس ای بابا؟ خب حرف دلم همین بود که بهش گفتم دیگه. منبع انرژی منفی هستی. قسم میخورم مثلا منشأ ناامیدی خودتی امینه. یعنی چی منشأ خودتی؟ بی تربیت. خواهر واقعا گفتی از اینجا بره؟ آره الانم به تو میگم که از اینجا بری. ببین قسم میخورم اگه الان یه آدم خوشتیپ اینجا بود به راحتی انجامش میداد، ولی من که میخوام انجامش بدم نمیتونم یه تبر رو بزنم. نمیدونم که ایراد از منه یا از سر این چوب است. سر جاشم وای نمیسته. امینه جونم چی شده عزیزم؟ چطوری خوشگلم؟ عثمان کاری با هم نداشته باش، خیلی عصبیم. چی شده امینه جان؟ خواهرم به تنظیمات اولیش برگشته، اخمو و بد اخلاق داره میچرخه. باید با ساوا شاشیشون بدیم. امینه یه چیزایی به ذهنم میرسه ولی آفرین عثمان نگهدار، اصلا فراموشش نکن. امینه نمیتونم نگهش دارم، داره میره. فکر کنم داره میره. ببین اونجاست. ببین اگه فراموشش کنی منم تو رو فراموش میکنم. فوراً بگو هر چی تو ذهنت، زود باش. همه رو بگم ولی خیلی زشته. دیوونم نکن عثمان. باشه امینه. بیا بهت بگم. Lan oğlum böyle olmaz. Olmaz. Yapılmaz. Lan oğlum böyle olmaz. Bir güzele vuruldun. Yanma. Yakma. Lan oğlum böyle yapma. Lan oğlum böyle yapma. Sen nasibiydi diyorlar. Seni kabul etmiyorlar. Şimdi daha beter oldu. Böyle bakalım yandın işte. Lan oğlum böyle olmaz. Olmaz. Yapılmaz. Lan oğlum böyle olmaz. ای بابا هی میگه چه کار خوبی کردیم اومدیم اینجا. خب الان چی کار کنیم؟ بهم بگو چی کار کنیم. آبجو چرا اینجوری میگی؟ اومدیم بیرون یه هوایی بخوریم، مگه کار بدی کردیم؟ من خونه هوا خوردن رو بهت نشون میدم. بابا صبر کن. خواهر بشین بابا ظریفه، شما که الان اومدین قرار باشه کسی بره ما نیستیم، اونا باید برن. آی قربونت دهنت برم زینب. آی نه اشتباه متوجه شدی.
برای رفتن اینا من خوشحال شدم. همین که من یه حرف خصوصی هم با ظریفه دارم. ای بابا عامر برو خودتو به کشتن نده. تو زحمت نکش ظریفه، من میکشمش. بچه‌ها هیچ جا نمیرین چون اینجا گارسون منم. ما هیچ جایی نمیریم، شما باید برید. یه فکر خوبی به ذهنم رسید. داره یه فکر خوب. عثمان تو به سرت فکرای خوبم مگه میرسه؟ حالا اون فکر چی هست؟ خیلی کنجکاو شدم بدونم، بگو. پانتومین بازی میکنیم، دخترا با پسرا. گروهی هم که برد میزنه میره. عثمان درستش اینه که اونی که باخت بره. اونی که باخت میذاره میره. خیلی خوب باشه، شما هم بهتون خوش بگذره. یه مقدارم آب بخورین، خیلی گرمه. ای بابا نرو دیگه، بیا بشین بازی کنیم. چی شد ظریفه؟ نکنه ترسیدی؟ کجا میری؟ پسر من تو این ده تا حالا از کی ترسیدم که تو دومیش باشی؟ پس چرا فرار میکنی ظریفه ها؟ کی فرار کرده حالا؟ خیلی خوب باشه، خودتون خواستید شروع کنید. ممنونم جناب. بیا هموطن بیا، بهترین تور کشتی تو دریای آبی اینجاست. بیا و ببین چه خبره. جانش ولم کن، من خودم کشتی دارم. کجاست کشتی تو اینقدر خوشگل آخه؟ ای بابا ولم کن. ای بابا ببین شناسی، تو با این کارایی که میکنی و آشغالایی که میریزی چیزی از آبی بودنش برامون باقی نمیمونه. میدونستی؟ گناه والا گناهه، هر چیزی یه اصولی داره. همه چی دیگه خیلی عوض شده. تورای آبی ادامه پیدا میکنه، کسی نمیتونه مانعشه. کار خودمون رو بکنیم درش. باشه کاپیتان. اینا کی هستن؟ شما شناسی گوکچر هستین؟ بله خودمم. چی میخواستید؟ خب میخواید رزرو کنیم 500 نفر 200 نفر 100 نفر چند نفری؟ من پلیس ساحلی هستم. ازتون شکایت شده. مدارکتون رو باید ببینم. برگه کاپیتانیتون لطفا. برگه کاپیتانی چیه؟ من کاپیتان شناسی ام دیگه. لطفا برگه کاپیتانیتون. مدرک میخواد؟ مدرک؟ با لباس کاپیتانی که کسی کاپیتان نمیشه. مدرک کاپیتانی میخواد، میفهمی؟ ای بابا مگه من به مدرک نیاز دارم؟ من روحم کاپیتانه. 7 نسل من کاپیتان بودن داداش. چه مدرکی؟ پس مجبور میشم کشتی رو توبیخ کنم. واسه ببینم چی گفتی؟ من اجازه نمیدم. شما میتونید اعتراضتون رو منعکس کنید. من باید وظیفه‌مو انجام بدم. پس شما دوتا از من شکایت کردید ره؟ چی داری میگه کاپیتان شناسی؟ من عمرن همچین کاری بکنم. من اهل این کارا نیستم. بله پس بگو شما با رزق و روزی زن و بچه من بازی کردید. من این همه خرج با این کشتی گذاشتم ولی شما نونشو بریدین. آره من دارم میگم من همچین کاری نمیکنم. شما دوتا این کارو کردین. نمیفهمم چی میگی.